من یه جوری شده بود که مثلا یه جای مهمونی میرفتم فوری میگفتم کتابخونه‌تون کجاست، میرفتم سراغ کتابا. کتاب بله، یعنی مثلا تا 5 دبستان شاید دیگه تمام کارهای تولستوی و بله همه رو خونده بودم. یعنی اون کتاب آنا کارینا 2 جلدی ها بله همه رو، یعنی چون خوره یه کتاب بودم به این صورت. اینو نمیگم که خوبه یا بده، شاید آگاهی از یه طریق دیگه به وجود بیاد، ولی خب برای من اینطوری بود. من عاشق رویا کردن بودم. من عاشق جین ایر بودم، عاشق شارلوت برونته، عاشق ارنست همینگوی، عاشق خب خیلیا بودم. فقط هم اون طرف نه، از این ور صادق هدایت بود، خیلی از نویسنده‌های ایرانی بودن. خب کتاب میخوندم، برای من تو دنیای تخیلات بودم. موسیقی گوش میدادم چون پدرم اهل موسیقی گوش دادن بود، عاشق بیتلا بود، گروه بیجیز، خیلی از پاپ آرت های اون زمان. بنابراین من زبان رو از این طریق یاد گرفتم. مثلا دوست داشتم ببینم که وقتی که I started a joke هستش معنیش چیه. بنابراین نشستم دیکشنری در بردم و اینطوری زبان یاد گرفتم. البته خب بعدش رفتم کنارش مؤسسه ملی زبان، همونطوری که الان آقای شعبان علی داشتن میگفتن، با کتابای فوق‌العاده ساده ما شروع کردیم و خلاصه از این طریق خیلی من تخیلی بودم، به خاطر همین درسم خوب نبود. یعنی وقتی که مدرسه میرفتم، وقتی برمیگشتم خونه تمرکز نداشتم درس بخونم و اکثرا حتی معلم که درس میداد اون پایین من کتاب داشتم میخوندم. خلاصه تا 15 سالگیم بعد رویاهاشون و جایی که زمین میخورن با اون شکست. ببینید من اتفاقا حالا این چیزی که شما صحبتشو کردین، من پدرم خیلی مشوق من بود برای کتاب خوندن. یادم خیلی از کتابایی که الانم دارم و امضاشو بابام کرده، یعنی مثلا زنگ‌ها برای که به صدا در میاد امضاش بابامه که مثلا می‌خریدی، اصلا تمام کتاب جلال آل احمد و همه اینا. برای من تو خونه مشوق خیلی خوبی داشتم از طرف پدر و مادرم. ولی مثلا من گروه تئاتر مدرسه رو داشتم زمانی که وارد دوران راهنمایی شدیم تا آخر دبیرستان. چون علاقه من بود به بازیگری، کشیده شدم به اینکه اون تخیلات رو شکل بدم. بنابراین شخصیتی به نام فروغ اختراع کردم، شاید تو ذهنم، فروغ، که این زن یعنی یه دیدگاه دیگه‌ای داشت و همه اینا. خلاصه این گروه تئاتر دست من بود تا موقعی که در حقیقت دیپلم گرفتم و همون زمان برای فیلم اولم انتخاب شدم که اون فیلم عروس که شما دارین میگین. ولی اصلا علاقم به ادامه بازیگری نبود. یعنی اتفاقا دلم میخواست تو همین رشته ادبیات یا علوم سیاسی که خیلی علاقه داشتم بهش درس بخونم. بنابراین رفتم 1 سال آمریکا. رفتم اونجا و یه کمکی شروع کردم به مثلا واحد برداشتن و اینجور چیزا که کارگردانی به نام آقای مهرجویی موجب شد من برگردم و سرنوشت من تغییر کرد و تو بازیگری ادامه دادم. خب حالا واقعا این که دارین میگین راجع به خانومایی که دختر خانومهایی که توی این سن هستن، چیزی بخوام بگم، من خیلی لذت بردم از صحبت آقای شعبان علی راجع به موضوعی که گفت، این که ما الان داریم با اطلاعات زیاد سر و کار داریم. یه بچه، یه دختر خانم گیج میشه، الان من باید کتابمو بخونم، بعد الان با فیسبوکم ور برم، بعد نمیدونم اطلاعات زیاده، حجم اطلاعات اونقدر زیاده که پیدا کردن اینکه یک شخص خودش رو پیدا کنه سخته. شاید اون زمان من خودم میدونم که الان بچه‌ها ولی خب از این طریق باهوش شدن، یعنی چون یک نکته مفید داره این قضیه، اونم اینه که به هر حال هوش جمعی زیاد میشه. این اعتقاد من، البته به نظر من، و این هوش جمعی خب کمک میکنه به اینکه
یک شخص، ولی ممکنه اون شخص خودشو گم کنه. یعنی عقیده من این هستش که اون چیزی که شما میگین یعنی هدف لازمه که هدفمون چیه و اون هدف رو درست تشخیص بدیم. ببینید من نگرانیم همیشه اینه که به ویژه در مباحث فرهنگی وقتی دغدغه‌ای رو میگیم آیا جایگزینی داریم؟ از قانون مشاعره استفاده میکنم. دیدیم مشاعره میکنیم، مثلا داریم میریم یه کمپی جایی با دوستامون، بعد مشاعره که میکنیم دیدیم بعضی یه سری شعرهای خیلی وحشتناک بالا آخرش به سه نقطه خط میشه که داغون میشین. قانون مشاعره اینه که خودش باید بتونه یه دونه شعر بگه. من میخوام ببینم میدونید چی دوست دارم از شما، از تجربیاتتون بگیرم. هند بودین با اون همه غنای فرهنگی، انگلیس، اروپا، امریکا، چه چیزهای خوبی تو فرهنگای اونها هست که ما هم باید بومیش کنیم، استفاده کنیم؟ چه چیزهای قشنگی تو رابطه پدر مادراش، تو رابطه هنرمنداش با بچه‌ها هستش؟ اصلا هنرمنداش آیا با نوجوانا ارتباط دارن یا فقط در حد فن و امضا و رد کارپت و عکس؟ یعنی نیکی کرمی به این مسائل من فکر کرده. در همین خاطر میخوام ببینم چی داریم. اتفاقا حالا جالبه، من جدیداً هند بودم همین ماه پیش، یه چیز خیلی برام جلب توجهم کرد، اونم همین جوانای هندی بودن که با اینکه توی این فقر و مشکل و اینا دارن توی اون جامعه زندگی میکنن، اما خیلی سعی میکنن دیسیپلین داشته باشن. مثلا من یه چیزی که متوجه شده بودم اینه که اونا زودتر از همه ما می اومدن، خیلی تمیز، دوش گرفته اینا، که یعنی میخواستن بگن که خیلی خب ما توی این کشور فکر نکنید ولی ما نسل جدید یه طور دیگه ای عمل میکنیم. اصلا دلم نمیخواد افسردگی یا اینجور چیزای نسل جدید رو بگم، اما مثلا متوجه شدم خیلی تا زور میگیرن میخوابن. آخه مگه میشه کسی رو خودش سرمایه گذاری کرده باشه بعد فکر کنه که مثلا میتونه آدم مفیدی باشه بعد تا زور بخوابه؟ خب این به نظر من کاملا عکس با اون چیزی که لااقل به نظر من ایدئال هستش. این حالا با عنوان یا آلمان بودم میدیدم اونجا دانشجوها چجوری تمرین میکنن که دقیقاً آگاه باشن نسبت به اتفاقای افتاده. راجع به یه مسئله سیاسی صحبت میشد، همه آگاهی داشتن راجبش. باز اون دیسیپلین که به نظر من خیلی مهم هستش، نظم ذهنیه. بله، اونو همشون رعایت میکردن. این اون چیزی بودش که من توی این سفر اخیرم دیدم. من همینا رو دوست دارم بشنوم، یعنی از همه دوست دارم بشنوم که چه چیزی داره تو فرهنگ ما جواب نمیده. ببینید فرهنگ ما به نظر من شده فرهنگ تیکی تیزی. من یکی از کلمه‌ای که خیلی بدم میاد ازش تیکیت ایزیه. آقا چیو تیکیت ایزی؟ من زندگی تیکیت ایزیه اصلا؟ ممکنه یه زمانایی تیکیت ایزی جواب بده، مثلا آدم داره من تو پشت چراغ قرمز حالا به خودت میگی تیکیت ایزی، ولی واقعا تیکیت ایزی نیست. یعنی اگر که ما جمله اولیه زندگیمون تیکیت ایزی باشه به هیچ جایی نمیرسیم. چون من باید تیکیت هارد، یعنی باید سختی بکشیم، باید بدونیم که یه چیزی به سادگی به دست نمیاد اگر که ما بخوایم ایزی باش برخورد کنیم. پسر بچه های این سرزمین چی داریم بگیم؟ حرفتون چیه به عنوان یک بزرگتر، به عنوان یک کسی که خیلی بچه ها حتما شما خیلی دوستتون دارن، هوادارتون هستن، برای پسر بچه همون چی داریم؟ اون شکلی که نشون دادین، اونی که اون پایین بودش که میگفت نمیتونم برم بالا، به نظر من هیچ وقت اونطوری فکر نکنم. یعنی اونی که از شاخه میترسید که بره بالا، بله، چون میدونین ما تو کشور عجیبی زندگی میکنیم. من country of complexes میگم اینجا رو، چون واقعا کمپلکسه اینجا، پیچیدگی های فراوانی داره این کشور. بنابراین راحت نیست که الان توی موقعیت یک جوان باشید و دقیقاً نتونین تصور کنین که چه اتفاقی قراره توی آینده بیفته. ولی به نظر من یک روی دیگر سکم هست، اون این که شما میتونین به بهترین وجه اتفاقاً آیندهتون رو شکل بدین. به خاطر اینکه هیچ چیزی توی این دنیا غیر ممکن نیست و در حقیقت حتی اگر که مشکلاتی داره، ببینید هیچ آدمی بدون مشکل نیست. خود منم میتونم بگم بچگی خیلی راحتی رو نگذروندم. منم اصلا اعتماد به نفس نداشتم موقعی که
دوران مثلا راهنمایی بودم، اصلا گاهی اوقات مثلا میرفتم تو آینه خودم نگاه میکردم، میگفتم که من حتی نمیتونستم دستم بلند کنم تو مدرسه. یه حالت اینطوری داشتم، اعتماد به نفس اصلا نداشتم. و به هر حال ولی نمیخوام خودم رو مثال بزنم، ولی بچه 15 ساله ها وقتی فکر میشنون اینو که میگه که تو 15 سالگیش احساس میکردن که به خاطر چهرهش، به خاطر حالا دخترانگی که داره، اون دیگه باید خیلی اعتماد به نفس داشته باشه. ولی الان راحت برای ما گفتش که منم دوستام الان میومدیم اینجا این مثالی زد، گفتش که میخوام انگار تازه یه کاری رو شروع کنم. گفتم برای منم همینطوره، انگار تازه اولین کلنگ کوهو دارم میزنم، چون مثل کوه کندنه یه فیلم ساختن. وقتی زن باشی و توی این کشور باشی، وقتی که میخوای بری پروانه ساخت فیلمتو بگیری، تا تمام مراحل دقیقاً انقدر سنگ میندازن جلوی پای آدم و انقدر سعی میکنن که هر طور شده فیلم رو نسازی، ولی ما سعی میکنیم فیلم رو بسازیم. برای نیکی کریمی